سلام. امروز میخوایم با هم در مورد یکی از بامزه‌ترین و باهوش‌ترین پرنده ها صحبت کنیم. گرینچیک یا همون توتی سبز کوچیک. گرینچیک ها یه نوع توتی کوچیکن که از خانواده کانورها هن. اندازه قدشون تقریبا 25 سانتی متره، ولی برعکس اون جسته کوچیکی که دارن خیلی پر انرژی و شیطونن. رنگ پراشون معمولا سبزه، ولی بستگی به نژادشون داره. میتونه رنگ‌هایی از آبی، خاکستری یا قرمز هم داشته باشه. اما چیزی که گرینچیکا خاص میکنه شخصیتشه. اون خیلی اجتماعی هست، عاشق بازی و توجه هست و به راحتی با آدم ارتباط برقرار میکنه. گرینچیکا عاشق جویدن وسایل چوبی هست. پس اگه یکی از این کوچولوها رو تو خونتون دارین، حتما عصابازی مناسب براش فراهم کنید. غذای اصلیشون میوه، سبزی، دانه ها و پلت مخصوص توتیه و البته آب تازه هم همیشه باید در دسترسشون باشه. گرینچیکا به توجه و مراقبت نیاز دارن. اونا نمیتونن مدت زیادی تنها بمونن، چون ممکنه که افسرده بشه. اگه یه دوست بازیگوش و با وفا میخوای، گرینچیک میتونه یه گزینه عالی برات باشه. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودی. اگه از این ویدیو خوشت اومد، لایک کن، نظرتو بنویس و اگه دوست داشتی کانال رو سابسکرایب کن تا با هم درباره حیوانات باحال یاد بگیریم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.